اونقدر مست بودم که با دیدن دوست خواهرم دست و پام شل شد و دیگه نفهمیدم چی کار دارم میکنم. برای شنیدن داستان واقعی امروز تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. سرزمین مادری چه بوی خوشی داره، مخصوصا وقتی سالها ازش دور بودی و دلت بدجوری براش تنگ شده. با تمام وجودم همه جا رو بو میکشیدم. همه اون چیزایی که منو یاد قدیما مینداخت. یاد بچگیا، یاد گرگم به هوابازی کردم وسط درختا. زیر بارون بوی عطر نم خزه ها منو میبرد به کودکیام. اون موقع هایی که با پای برهنه میرفتم وسط باغچه سرسبزمونو تا مامان به هم برسه و برم گردونه تو خونه. یه چرخ اساسی دور خودم زدم. آخ که بوی عطر سبزی محلی که مامان میریخت وسط برنجه اصیل شمالی با اون ماهی کبابی تو سفره میشید چقدر حالمو خوب میکرد. غرق رویایی شده بودم که سالها در انتظارش حسرت خوردم که با صدای جیغ خواهرم رویا به خودم اومدم. رویا جیغ میزد داداش اینجاست. همه به سمتم دویدن. اول از همه رویا پرید تو بغلم و با تمام وجودم بوسیدمش. بعدم مامان و بابا سمتم اومدن. انگار هر دوشون خیلی شکسته تر از فیلم و عکسایی بودن که برام میفرستادن. همینجور که همه رو تو آغوش کشیده بودم و میبوسیدم، چشمم به دختر آروم و زیبایی افتاد که با چشمای قشنگش به ما خیره شده بود و خنده ملیحی گوشه لبش خودنمایی میکرد. رویا وقتی حسابی از بغل کردن من سیر شد، صدا زد ندا بیا اینجا. بیا اینجا با داداشم آشنا شو. رویا انگشتش رو به سمت اون دختر زیبا گرفت و گفت ندا و با خنده به ندا رو کرد و گفت اینم داداش جونم مهدیار. ندا خندید و گفت درسته که ندیدمتون ولی اینقدر ازشون تعریف کردی که انگار سالهاست میشناسمشون. دستم رو جلو بردم و با ندا دست دادم و اونم بهم سلام کرد و با شرمندگی سرش رو پایین انداخت و گفت ببخشید مزاحم دید و بازدید خانوادگیتون شدم. رویا اصرار داشت من باهاشون بیام. تا خواستم جوابی بدم رویا زد به پهلوش و گفت این حرفا چیه؟ نکنه میخواستی بعد اون همه کمکی که برای مهمونی فردا بهم کردی بذارم تنهایی برگردی خونه؟ باید میرسوندمت. منم گفتم رویا راست میگه، شما اصلا مزاحم نیستین و همگی به سمت خونه ندا راه افتادیم. وقتی پیاده‌اش کردیم رفتیم خونه. عجیب بود. من این همه سال خارج از کشور بودم و دل به هیچ دختری نبستم. نمیدونستم این دختر ندا چی داشت که یک ثانیه هم از فکرش بیرون نمی اومدم. مامان و رویا بابا به مناسبت برگشتنم یه مهمونی بزرگ ترکیب داده بودن و تمام دوست و آشنا و فامیل رو هم دعوت کرده بودن. اون شب من بعد از خوردن شام مفصل و خوشمزه‌ای که مامان پخته بود رفتم تو اتاق خودم و اونقدر خسته بودم که خیلی زود به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم اتاق تاریک بود. همه جا ساکت بود. به ساعت روبروم نگاه کردم و با دیدن عدد 2 خیلی تعجب کردم. سابقه نداشت اینقدر بخوابم. ولی خب هم اختلاف ساعت هم خستگی راه باعث شده بود بیشتر بخوابم. از جام بلند شدم و دیدم که مامان و رویا و چند نفر دیگه هم در حال چیدن توی باغ هستن. خوشحال رفتم تو باغ و با دیدن ندا چشمم برقی زد و به همه سلام کردم. خلاصه که رفتم قهوه‌مو خوردم و رفتم برای مهمونی حاضر شم. بالاخره مهمونا یکی یکی سر رسیدن. من فقط داشتم چش می‌کردم تا ندا رو پیدا کنم. اما نمی‌دیدمش. حتی از رویا پرسیدم ندا کجاست؟ اونم گفت چی شده اینقدر به فکر ندا هستی؟ و بعد از کمی فکر کردن گفت رفته خونه حاضر شه بیاد. بالاخره اوایل غروب بود که ندا سر و کلش پیدا شد. یه پیراهن سرمه‌ای یقه باز تنش بود و موهای بلند و مشکیش عین آبشار دورش ریخته بود و آرایش ملیحش چشم آدمو خیره می‌کرد. با دیدنش دست و پام شل شد و احساس می‌کردم هیچ کس دور و برمون نیست. فقط ندا رو می‌دیدم. اون شب بساط مشروب هم به پا بود. حسابی مشروب خوردم و کلم گرم شد. دیگه بدتر از قبل شیدای ندا شدم و فکر کنم دیگه همه فهمیدن چشمم دنبالشه
واقعا یادم نیست چی شد. فقط یهو به خودم اومدم و دیدم پشت باغ بغل ندا هستم و دارم به زور ماچش میکنم. وقتی ندا هلم داد و یه گوشه پرتم کرد، تازه به خودم اومدم و بلند شدم لباسم و تکون دادم. تلو تلو خورون رفتم تو مجلس. اون شب به قول مامان آبرو ریزی را انداخته بودم که مثال زدنی نبود. ظاهرا خیلی مست بودم و نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم. بالاخره اون شب کذایی تموم شد و چند روز بعد با دیدن فیلمای جشن تازه فهمیدم چقدر مست بودم و خرابکاری کردم. یه روز عصر وقتی تو باغ بودم و قدم میزدم و با عطر نم هوا ریه‌هامو جلا میدادم، رویا با چهره ناراحت و پریشون اومد پیشم و گفت داداش، ندا چی میگه؟ تو واقعا میخواستی بهش دست بزنی؟ با تعجب گفتم چی میگی رویا؟ تو منو اینجوری شناختی؟ باور کن اون شب خیلی مست بودم و نفهمیدم چی کار دارم میکنم. بعد یکم این پا اون پا کردم و گفتم البته ناگفته نمونه، از ندا خوشم اومده و دلم میخواد بیشتر باش آشنا بشم. ولی هدفم اونی نبود که ندا فکر میکنه. رویا یکم چپ چپ نگام کرد و زد زیر خنده و یه بشکن تو هوا انداخت و گفت به خدا میدونستم از ندا خوشت اومده، میدونستم. به مامان گفتم، اون باور نمیکرد. بعدم یه چشمک بهم زد و گفت آقا مهدیار، فعلا که گند زدی، ندا بدجوری ازت عصبانیه. بجام از دلش در بیاد تا از دستش ندادی. بعدم گوشیشو در آورد و شماره ندا رو برام SMS کرد و رفت. سری بهش پیام دادم و بابت اون شب عذرخواهی کردم، ولی ندا بهم جوابی نداد. با کمک رویا یه روز که ندا تو بازار بود سر راهش قرار گرفتم و ازش خواهش کردم منو ببخشه. بهش گفتم از لحظه‌ای که دیدمت عاشقت شدم و اون شبم از شدت مستی نفهمیدم چی کار میکنم. خیلی طول کشید تا ندا منو ببخشه، ولی بالاخره بخشید. من و ندا یه مدت با هم دوست بودیم و رفت و آمد میکردیم تا بالاخره تو یه روز گرم شرجی تابستون مادرم قرار خواستگاری رو گذاشت. خانواده رویا که از عشق من و رویا با خبر بودن خیلی زود موافقت خودشون رو اعلام کردن. همه از وصلت ما خوشحال بودن، ولی خوشحالتر از همه رویا بود که قرار بود بهترین دوستش با تنها برادرش ازدواج کنه. عروسی ما به اصرار ندا توی باغ بابام برگزار شد. عروسیمون به شیوه قدیما و 7 شبانه روز طول کشید. من و ندا بعد از 2 سال صاحب یه دختر شدیم که درست شبیه خود ندا بود. زیبا و دلربا. خوشبختی ما کامل بود که با شنیدن خبر بارداری دوباره ندا خوشبخت‌تر شدیم. ندا ماه 5 بارداریش بود که خبر رسید مادر بزرگش فوت شده. برای مراسم همگی راهی روستای مادری ندا شدیم. اون روستای لعنتی جاده پیچ در پیچ و خطرناکی داشت. رویا هم همراهمون بود تا به ندا کمک کنه. دخترم دلربا و رویا عقب بودن و من و ندا جلو بودیم. 2 ساعتی از رانندگی میگذشت. من هیچ آشنایی به جاده نداشتم. سر یه پیچ چپ کردم و با جیغای رویا و ندا و دلربا بدتر هل شدم و نمیدونستم چی کار کنم. ماشین ملخ خورد و من هیچ کاری ازم بر نمی اومد. با ضربه شدیدی که تو سرم خورد بیهوش شدم. وقتی چشمام باز کردم همه جای بدنم بامپیچی شده بود. سرم به شدت درد می کرد. حالم بد بود. فوری سراغ رویا و ندا و دخترم رو گرفتم. اول چیزی به هم نمی گفتن، ولی وقتی اومدم خونه فهمیدم رویا و دلربا تو اون تصادف جونشون رو از دست دادن. بچه تو راهیم از بین رفت و فقط من و ندا موندیم که ندا از ناحیه کمر و لگن، من از ناحیه سر آسیب شدیدی دیدیم. من از اون به بعد سردردهای وحشتناکی می گرفتم و با هیچی آروم نمی شدم. ندا هم افسرده و داغون بود. هر روز تو خونه دعوا داشتیم. ندا می گفت تو بچه‌مونو کشتی. منم عصبی می شدم و حتی کتک کاری می کردیم. بالاخره بعد از 1 سال به این نتیجه رسیدیم برای آرامش خودمون از هم جدا شیم و این کارو هم کردیم. الان من تنها و مجردم و به خونه پدریم برگشتم. خونه‌ای که با مرگ عزیزاشون بیشتر شبیه ماتمکده است و من مرده متحرکی هستم که نمیدونم چرا هنوز نفس میکشم.
برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو فعال کنید تا از داستان‌های ما مطلع شین.